شکرانه که باز نوبهاران آمد، ابر آمد و باز بوی باران آمد. از آمدن بهار سبزی نوجوان، صد راحت نو به جان یاران آمد. از برکت نوروز عالم افروز سرزمین تاجکان تا روستاهای دوردستترین قبایل دانه به بر نموده، مقاومت زمستان را نکهت باد نوروزی برطرف نموده، باعث گرمی دلها و بیداری امید و آرزوها نسبت سال نو مردمی میگردد. باشندگان جماعت سجد ناحیه رشقله صبح صادق چون انانه نوروز نوبتی را در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی مرکز جماعت تجلیل نمودند. از برکت این عید باستانی حدود مکتب قبایل دانه به بر نموده، باشندگان با سیمای بالیده و یک جهان امید نسبت فردای با ثبات میهن عزیز گرد آمدند. خوشبختانه امروز در نزد مؤسسه تحصیلات میانه حکومی رقم 35 دیه سیج جماعت دیوت سیج ما عید نوروز را جشن گرفته ایستاده ایم. این همه از برکت استقلالیت است و من از فرصت مناسب استفاده برده تمام مردم شریف تاجیکستان را به مناسبت این عید فرخنده تبریک میگویم. بگذار در هر خاندان همین سال نو فیض و برکت آید و برای همه بار دیگر نوروز مبارک، شاگون بهار مبارک. سرول من میخواستم از نام خودم، از نام کل ساکنان جماعت دیات سیجد، تمام خلق برومند تاجیکستان را با افتخار آمد روز نوروز، روز نوروز عجم از صدق دل تبریک مبارکباد نموده، بگذار صلح و امانی در کل تاجیکستان پایدار باشد. امروز نه اینکه نوروز را بلکه نوروز جهانی را پیشواز گرفته ایستاده ایم و بگذار که نوروز جهانی و کل ساکنان دنیا پیروزی، خوشبختی و تنسیتی و خانه‌آبادی را سیری و پری آورد و بار دیگر نوروز حجم به هر خاندان تاجیک و تاجیکستانی از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم. شاگون بهار مبارک. ما امروز در جماعت سیجد قرار داریم. انا عید نوروز جشن گرفته ایستادند. من از صمیم قلب همه مردم بدخشان، همه مردم تاجیکستان را به مناسبت عید نوروز تبریک و مبارکباد نموده برایشان از صمیم قلب تنسیتی، صلح و ثبات تمنا دارم. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد. معلوم است که شغل اساسی باشندگان منطقه دوردست چاره‌داری بوده. طبیعت سرد جهت رشد کشاورزی مساعدت نمی کند. از این رو محصولات اساسی به نمایش گذاشته روستاییان را محصولات گوشتی و شیری تشکیل میداد. در یک وقت کدبانی‌ها طعام‌های گوناگون را منظور حاضری نمودند. در گوشه دیگر نمونه‌های هنرهای مردمی نیز منظور گردیدند. دستگیری‌های حکومت کشور عملی سازی برنامه‌های رشد امکان داد تا هنرهای مردمی زنده عمر دوباره پیدا نموده عامل پیشروی خزینه ساکنان گردند. البته نوروز عالم افروز را به اشتراک کودکان تصور کردن غیر امکان است. کودکان دوران صاحب استقلالیت وطن عزیز با مهر و محبت بی‌پایان شعرها را در وصف نوروز قرائت نمودند. نوروز دیار آمد، پیغام بهار آمد، در موسم کار آمد، نوروز مبارک باد. هم زیب چمن نوروز، هم زیب وطن نوروز، در دشت و دمن نوروز، نوروز 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 مبارک باد. بهار آمد، صدای بلبل آمد، نسیمی فارم و بوی گل آمد، لباسی سبز را صحرا ببر کرد، کلاهی سبسفید آلو بسر کرد. پس از باریدنی باران و نیسان، چه زیبایند دشت و کوهساران. بهار آمد، چمن گل پوش آمد، دلی ما بچگان در جوش آمد. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغانی اوان نهره زده جمله به یک بار، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. من از فرصت مناسب استفاده برده تمام هموطنان عزیز را به این روز فرخنده تبریک مبارکباد میگویم. آمد صدای بر دلم گویا که نوروز آمده است، نوروز روزی نوبهار، فصلی درافروز آمده است. با عطر و بوی فارم
بر دیار و سرزمین آمد بهاری دلکشا، آمد بهاری نازنین. در این روز بسا فرخنده به تبریک اهل جماعت معاون رئیس نایه رشقلا وفا نیاز محمدов مدیر معارف با همراهی رئیس جماعت دهات سجد امید حسنبکov آمده از نمایش روستاییان دیدن نمودند. ضمن بازدید راجع به رشد هنرهای مردمی منظور هرچه بیشتری محصولات به سودا، تشکیل جایهای نو کاری با جلب بانوان خانه‌نشین به کارگاه‌های خرد تبادل نظر کرده شده به هنر کدبانوها و هنرمندان بهای سزاوار گذاشته شد. در چوربین تنتنوی معاون رئیس نایه رشقلا وفا نیاز محمدov برآمد نموده علی زحمت را از نام رئیس نایه میرزا شاهزاده اعظم تبریک گفته اظهار داشت که جماعت سجد همچون منطقه مساعد بر رونق چارواپروری استحصال گوشت و شیر زیر توجه دائمی راهبریت نایه رشقلا قرار داشته در این ردیف به بنیاد کارگاه‌های نو دقت لازمی روانه خواهد گردید. همچنین بابت امروز و فردای جماعت دهات رشقلا تبادل نظر کرده شد. بعد برآمد تنتنوی با یک قطار فعالان جماعت فخرنامه مقامات اجرایی حکم دولتی نایه و به نمایندگان از طبقه‌های نیازمند کمک‌های پولی رسانده شد. کنسرت ایدانه زیر عنوان مبارک باد نوروز دلافروز برگزار گردید که در آن نمایندگان صنعت جماعت دهات شرکت ورزیدند. برگزاری چهاربینی‌های ورزشی از قبیل ارغم چینکشی و والیبال همچنین تشکیل نمودن بازی‌های خاص نوروزی به چهاربینی روستاییان شکوه تازه عطا نمود.